به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با رمانی زیبا از آقای دکتر محمد حنیف شروع میکنیم. رمان رخشو، کتابی زیبا و اثری جالب و جاودان که به تازگی هم این کتاب چاپ شده. نوبت چاپ اولش در سال 1402 بوده که توسط نشر خط مقدم در قم چاپ شده. رخشو، کتابی زیبا. بس که می ترسم از جدایی ها، می گریزم ز آشنایی ها. اسیر شهرستانی. این کتاب رو آقای محمد حنیف تقدیم به پرندگان مهاجر خانهشان کردند. طرح اولیه و شخصیت‌های داستانی عطا پناهی، خاطرات دکتر فاضل اسدی امجد، رخشوهای کتاب حوض خون و تصاویر فیلم سینمایی ویلایی‌ها از جمله منابع الهام بخش نویسنده برای خلق رمان رخشو بوده است. سید حسین موسوی نیاز و علی برقوقی نیز ترجمه‌های عربی را انجام دادند. این همه اگر به شکل کنونی منتشر شده مرهون نقد نرگس فرجاد امین و دکتر هادی معصومی است. قبل از اینکه کتاب رو با هم ورق بزنیم و کشفش کنیم، ابتدا نوشته پشت جلد کتاب رو برای شما میخونم. حبیبه از شنیدن اولین جمله ام جا میخورد. خواستگار پسرتون؟ چشمهای سیاهش گرد میشود، آنقدر که در صورت لاغرش چیزی جز همان دو بادام درشت به چشم نمی آید. مژه‌هایش مثل شاخه‌های تیز کناری کهنسال صورتم را خراش می دهد. از شدت درد یا بهت پلک می زنم و می بینم که شعاع آن دو دایره بزرگ تیره کوچک می شود و اجازه می دهد تیغه تیز بینی و لب‌های خشک هم پدیدار شوند. حبیبی، سلامت بلعیدی؟ میخندم. خاطرخواه سلام یادش نمیمونه. حبیب خانم، با من همراه باشید که فصل یکم رو به نام شیوا شروع کنیم. ابتدای فصل 1 جملات پشت جلد کتاب هست که برای شما خوندم. پس از جمله میخندم شروع میکنیم. میخندم. خاطرخواه سلام یادش نمیمونه. حبیب خانم، پوف کشداری توی صورتم خالی می کند. زبونت هم طویل خانم ممرزه. پرسان که نگاهش می کنم حرفش را پی می گیرد. یعنی به قول شما خانم پرستار. می گویم ها درست، اما بهتر بود می گفتی حاضر جواب. حبیب خانم، نه زبون دراز. حبیبه که معلوم است تازه حرف مرا جدی گرفته، بسته ملافه های اتو خورده را می سراند توی حلقه دستهایم. آمده ای مستشفی یا مستشفا، تعلیم یا طبابت؟ می خواهم بگویم اگر قرار بر تعلیم بود وقتی خلاف بخشنامه گاری را بین و رخشوخانه را لنژی نامید باید ایراد می گرفتم. اما به تکرار حرفم بسنده می کنم. دارم از پسرت خواستگاری می کنم. به کاشی‌های سفید دیوار اورژانس تکیه می‌دهد. یوما لا افهم، یعنی نمی‌فهمم. چی گفتی؟ از غلظت بیان عینش خنده‌ام می‌گیرد. اونقدرها هم یعنیش غلیظ نبود. حبیب خانم، عبای سیاهش را می‌تکاند. و چی شنیدم؟ ماشاءالله. شنو اسمعتو، یعنی برای حرف نمی‌مانی. باور کنم گفتی خاطر پسرمونو میخوای؟ درست شنیدم. خواب نبودم؟ اصلا ببینم تو به این خوشگلی عازب یعنی عروس نشدی واقعا؟ حرفم را که تکرار میکنم بیشتر جا میخورد. ابروهای خالکوبی شدهش دو هلال میشود بالای حفره چشمهایش. دو تیله خونالود از گودی زیر هلالها بیرون میجهد و جلوی پایم میافتد. خم میشوم و دستم را میبرم طرف تیله ها که مقنعه‌ام را میچسبد. کم مانده موهایم از ریشه کنده شود. قامتم را
با فشار پنجه هایش راست می کند و زل می زند توی صورتم. فی هذه المقبره. جمیله ممرضه تخطب. پسرم؟ یعنی تو در این قبرستان از پسر ما، از پسر یک قصیل ملابس خواستگاری میکنی؟ حالا دیگر با ادبیات حبیبه دارم آشنا میشوم. میدانم که منظورش از مقبره قبرستان است و قصیل ملابس هم عربی رخشوست. سرم را تکان میدهم و از ته حلقم آهایی در فضای جلوی رویش پرتاب میکنم. به خنده میگویم اگر به جای قصیل ملابس بگوید رخشو و به جای ممرضه پرستار صدایم کند راحت ترم. میپرسد حالا یعنی کدومش به چشم جمیلت اومد؟ با اینکه رگه ای از تمسخر و کنایه در کلامش پیداست، مهر او هم به دلم میافتد. از نشانه هایی که میدهم در میابد دل به کدام پسرش باختم. قلبی عباس، روحی عباس. یعنی نظرت رو عباسه، پسر ارشدم؟ از عدنان ضعیف و قلیل کوتاه. از عدنان یعنی عدنان قامتش طویل. درست میگم؟ جواب میدهم بله. میپرسد حبیبتی فدای چشم سبزابیت، یعنی تعریف میکنی برام چطور؟ یعنی به قول شما اندیمشکی ها چی عاشق عباس شده ای؟ هر طور شده باید بگویم زاده آبادانم و اگر پدرم رئیس خط راه آهن جنوب نبود پایم به این شهر کوچک باز نمیشد. حالا هم دلبستگی های پدر مرا در این شهر زمینگیر کرده. اگر آزاد باشم یک روز هم اینجا نمیمانم. ولی در همان لحظات که دارم کلمه ها را کنار هم میچینم پی میبرم اگر به اندیمشک نیامده بودم، اگر پرستار همین بیمارستانی که جای شرکت تراورس برپا کرده اند نمی شدم، طعم عاشقی را نمی چشیدم. حبیبه کلافه از سکوتم انگشت‌های استخوانی‌اش را روی شانه‌ام می‌زند. ها حبیبی یعنی چه شد؟ لب باز می‌کنم تا جوابش را بدهم که صدای غرش رعد بلند می‌شود. سر برمیگردانم. آسمان آبی نیمه بهمن ماه اندیمشک از پشت شیشه پنجره پیداست. با شنیدن رعد بی برق بعدی نگاهم در پی گردش گردن حبیبه به راهروی اورژانس میپرد. میخواهم بپرسم این صدای وحشتناک چه بود که میبینم حبیبه آخه سوزناکی از ته دلش بیرون میدهد و پی گفتگوی قبلیمان را میگیرد. ها یعنی چی شد؟ 20 مرداد 1401 است. قطار آرام آرام به ایستگاه اندیمشک نزدیک می شود. به عنوان نویسنده این رمان وسایلم را جمع می کنم تا از قطار تهران خرمشهر پیاده شوم. اما چرا در این قسمت داستان مجبور شدم خودم را معرفی کنم و میان گفتگوی شیوا و حبیبه فاصله بیاندازم؟ دلیلش همین صدای رعدآسای توی راهروست. همین رعد بیبرقی که ناله سوزناک زن رخشو را درآورد. ناله‌ای که نه در 20 مرداد سال جاری که در 15 بهمن 1360 در بیمارستان شهید کلانتری اندیمشک طنین افکند، جایی که فرانسوی‌ها آن را برای ساختن تراورس بتونی راه آهن ساخته بودند و با وقوع جنگ باید وظیفه بیمارستانی جنگی را ایفا می‌کرد. الان نمی‌توانم درباره آن صدای وحشتناک اطلاعات بیشتری بدهم، اما وقتی من به عنوان نویسنده از طریق همین صدا وارد داستان می‌شوم، معنیش این است که بین من و رعد بیبرق ارتباطی وجود دارد. فعلا باید برای یادآوری بگویم که حبیبه بعد از وقفه‌ای در گفتگویش با راوی این فصل سوال می‌کند: ها یعنی چه شده؟ چه شد؟ میپرسم چی شد؟ که یادم میآید ماجرای عشقم به عباس را پرسیده است. میترسم بگویم دست خودم نبوده و نیست. پاکی نگاه پسرش را بهانه میکنم و از نجابتش تعریف میکنم. اجازه نمیدهد بیش از آن دروغ ببافم. ما فتحنا
زیر آتش حرب چشم شیطان هم به ناپاکی نمیگرده. نمیدانم چه بگویم. خودش ادامه میدهد. وین عراقی، اون طرف جسر کرخه، یعنی نیم ساعت راه تا اندیمش، کمتر شاید. مردم نه، اگر اما سرباز و بسیجی میدونن دم به دم ممکنه خدای ناکرده. جمله‌اش را نیمه تمام رها می‌کند. شاید چون پسرهای خودش هم لباس جنگ به تن دارند. میفهمم به این زن نمیتوان دروغ گفت. باید حقیقت را بگویم. بیبی، باورت بیاد منم عقم میگیره از دروغ و لاف. کف دستم را نشانش میدهم. آدم خوبه اینطور باشه ها؟ میکوشد به لهجه خودم بپرسد که چرا معطل میکنم و حرف دلم را نمیزنم. جواب میدهم ولی ماشاءالله خیلی زبلی ها، اما زبل را طوری تکرار میکند که یعنی معنیش را خوب نمیداند. حرفم را اینطور ادامه میدهم: حبیب خانم، یعنی خیلی زرنگی. باید ببخشی، حالا دیگه منظور بدی نداشتم. حبیبه کم حوصله میقرد. پرسیدم: ده حرف تو بزن خانم پرستار. هنوز نمیتوانم رو راست برایش بگویم که با یک نگاه عاشق پسرش شدم. میترسم ظرفیتش را نداشته باشد. ناچار باز زمین چینی میکنم. مهرت نشوندی این جای دلم حبیبه. تا میخواهد اعتراض کند که چرا اصل حرفم را نمیزنم، دوباره زبان باز میکنم. ای عشق لامصب امون میبره. راستش دست خودم نبود. نیست. یعنی نفهمیدم چی شد. دیروز بود. دیروز ای پسرت عباس اومد اورژانس. زخمی آورده بود. امدادگر دیگه نه؟ سراغ قبلی‌ها رو میگرفت که سحر صداش منو گرفت. برم سینه مزارستون اگه دروغ بگم. ما تنبردیه و دیدم حرف میزنه و من نمیشنفم. صداش جون آدم و نوازش میدادا. خطوط صورتش باز میشود. لبهایش هم و قطره‌های اشک از گوشه چشمهایش راه میگیرد. برایش از حالتم میگویم. اینکه نمیدانم تأثیر چشمهای قهوه‌ای و موهای ژولیده صورت پسرش بوده یا شعاع حضور و آهنگ صدایش مرا از خود بیخود کرده است. نه، راستشو بخوام بگم هنوز نمیدونم چی به چیه. از دیروزا ای پسرت گذاشتتم تو بلم و ولم کرده تو کارون و رفته ویلون و سرگردون. بعد جمله‌ام را به خنده تمام میکنم. میگی بیاد از ای بلم. نمیتوانم حرفم را تمام کنم. برای حبیبه میگویم که خیلی بد است آدم به جای اینکه پایش روی زمین سفت باشد بین زمین و آسمان معلق بزند. برایش میگویم که پیشتر هم پسرش را دیده بودم. از دور مثل بقیه به چشمم نیامده بود، اما بعد از اینکه مرا از روی زمین برداشت و گذاشت توی بلم تازه صدایش را شنیدم. پس باید صدای عباس جان مرا به وجد آورده باشد. حبیبه حرفی میزند که یکباره میفهمم عشق من به پسر او امروز و دیروزی نیست و نبوده. به 4 سال پیش برمیگردد. به ناخودآگاهم. حبیبی فکر کن، شاید دبیرستان شاگرد عباس هم بودی. یعنی ممکنه؟ یکباره هیبت دانشجوی جوانی به خاطرم میآید که برای گذراندن دوره عملی تربیت دبیریش به دبیرستانمان آمده بود. حیای ذاتی، کمرویی و دستپاچگیش از حضور در کلاس دخترانه بچه‌های کلاس را به وجد آورده بود. چقدر با همکلاسی ها درباره‌اش حرف زدیم و زیر جلکی خندیدیم. بچه ها با سوالهای بی ربطشان کارآموز بیچاره را دست میانداختند و او بدون آنکه بفهمد پاسخشان را میداد. از عشق در شعر فارسی و زلف یار و بوس و کنار تا گشادی لباس و هماهنگ نبودن رنگ کت و شلوارش. انگار همین امروز است و آن دانشجوی ساده دل کمرو با اعتماد به نفسی که از پاسخهایش به پرسشهای دانش آموزهای دبیرستانی گرفته جلویم ایستاده و من برای اینکه تلنگر نهایی را به بلور وجودش بزنم بعد از سپاسگزاری از جوابهای عالمانه او لباسش را
به خرقه عارفان تشبیه می‌کنم. بعد آنقدر درباره شخصیتش غلو می‌کنم تا خودش را عارفی نظر کرده بداند. در می‌ماند چه بگوید، سکوت می‌کند، دارد باور می‌کند که واقعاً اهل زمین نیست و با کره خاکی میانه‌ای ندارد. فروتنانه حرف‌هایی می‌زند و بیچاره نمی‌بیند که بچه‌ها جلوی قهقهه‌شان را به زور گرفتند تا اینکه دبیرمان از اشتباه بیرونش می‌آورد. دانشجوی بیچاره سرخ می‌شود، سفید می‌شود، سیاه می‌شود. برای اولین بار وقتی نگاهش به صورتم می‌افتد رحم نمی‌کند، سر تکان می‌دهد. گج سفید را از روی میز دبیرمان برمی‌دارد و روی تخت سیاه می‌نویسد: خرقه پوشی من از غایت دینداری نیست، پرده‌ای بر سر 100 عیب نهان می‌پوشم. این بیت را می‌نویسد و چشم می‌دوزد توی چشم‌هایم. برق مردمک چشم‌هایش دلم را می‌لرزاند. بعد از آن نگاه شماتتبار است که روی سرم آوار می‌شود. نه، مثل اینکه اگر بخواهد ادای دبیرهای کارکشته را درآورد می‌تواند فقط مرا مخاطب قرار می‌دهد. یا لااقل من اینطور فکر می‌کنم. و شروع می‌کند به توصیف قد و قواره بلند چون سرو من و گیسوهای بافتم که چون کمندی سیاهد. عجیب این که چانه‌ای به قول خودش خوشتراشم را چاه زنخدانی توصیف می‌کند که 100,000 گردش جان زیر طوق قبقب دارد. سپس از گردن کشیدم تعریف می‌کند و تا به زیر طاق ابروهایم می‌رسد. می‌ترسم زخم زبان شیطنت‌آمیز همکلاسی‌هایم را شنیده باشد و بخواهد چشم‌هایم را به لجن سبز و مرداب تیرگون تشبیه کند. برای همین از جا برمیخیزم و میخواهم از شدت عصبانیت از کلاس بیرون بزنم که میگوید و چشمهایت جنگل و دریاست. با شنیدن این توصیفات مینشینم تا میبیند توجه همکلاسی‌ها به من جلب شده، یکباره بلند و صریح میگوید: اما تا بچه‌های کلاس که گویی در ضیافت گردن زدن مجرم شروری حضور دارند در حرکتی هماهنگ به میزهای پشتی خود تکیه بدهند و با صداهایی که از ته سینه‌شان بیرون می‌دهند آماده تماشای فرود آمدن شمشیر کلام او روی گردن من شوند. منتظر میمانم تا پاسخ تمسخرم را با تیز زبانش بدهد. کمترین تصورم این است که بعد از امای بلندش بگوید: حیف که دارنده این همه جمال به کمال ادب آراسته نیست و زبانش به زبان مار و عقرب و رتل میماند. اما میگوید: وفای عهد نمودی، دل سلیم رو بودی، چو خویشتن به تو دادم تو میل باز گرفتی. این را میگوید و میرود. رفتنش چنان تکانم میدهد که تا چند روز نمیتوانم به صورت دوستانم نگاه کنم. شرمگینم از خام شدنم، فریب خوردنم، از ساحری که در جامعه مسکینان در به در و نادان جلوه کرد و اجازه داد فقرش را به رخش بکشیم. بعد با جادوی کوچکترین انگشت دستش سفره‌ای برایمان پهن کرد، پر از خوردنی‌های بهشتی. اما هیچ کس جرأت نکرد به سفره جادویی او دست دراز کند. بعد من ماندم و سفره‌ای که دیدنش عذابم میداد. گرسنه بودم و نمیتوانستم دست در سفره ببرم. کلاس که تمام شد فکر کردم آمدن و رفتن کارآموز دبیری هم برای همکلاسی‌ها تمام شده است. اما تازه فهمیدم آن دانشجوی زیرک ساده نما چه بلایی سرم آورده است. هر یک از همکلاسی‌ها مهری به پیشانیم می‌کوبید. یکی میگفت با کارآموز دبیری سر و سری داشتم و از همه مخفی کردم. دیگری ادعا می‌کرد که خودش دیده چطور با تیر نگاهم قلب آن بیچاره را نشانه رفتم و او را کشته خودم کردم. دیگرانی هم بودند که از نجابت و پاکی او صحبت می‌کردند. هرچه بود چند روز بعد ماجرا تمام شد و دیگر کسی از آن صحنه یاد نمی‌کرد. اما برای من
تازه آغاز راه بود. شاید مقتضیات سن و سال بود، یا اینکه برای اولین بار کسی چنان حرفهای دلنشینی درباره‌ام گفته بود. تا هفته‌ها در خود فرو رفته بودم، نه به خاطر اینکه چند روز مضحکه دوستانم شده بودم، یا برای اینکه نبرد کلامی با صاحب سخنی را باخته بودم، بلکه احساسی گنگ و ناشناس در وجودم جولان می‌داد. حسی که پیشتر تجربه نکرده بودم و نمی‌شناختمش. هرگز هم نتوانستم ماهیت آن حس خاص را درک کنم، اما خودم را بازنده بزرگ می‌پنداشتم. شاید به همین علت حالا هم با یادآوری آن روز از خودم خجالت می‌کشم، از خجالت دادن آدمی دیگر، آدمی که لایق تمسخر نبود. پاسخ تمسخر و رنجاندنش را هم با سخنان دلنشین ادیبانه داده بود. چون فکر می‌کردم یک عذرخواهی به او بدهکارم، به دفتر دبیرستان رفتم و نشانه کارآموز دبیری را خواستم که ندادند. دبیر ادبیات فارسی که خودش شاهد ماجرا بود گفت که عباس سنایی دانشجوی رشته دبیری ادبیات فارسی دانشگاه جندی شاپور بوده و ساکن اهواز است و چون می‌خواسته بعد از اتمام تحصیل به اندیمشک منتقل شود، راهش به دبیرستان ما خورده است و بعد از آن جلسه کلاهش هم به اندیمشک بیفتد به این شهر نخواهد آمد. دخترم، برو و خدا رو شکر کن دانشجوی نجیبی را دست انداخته بودی، وگرنه به زحمت توانستم خودم را متقاعد کنم که وقتی به او دسترسی ندارم معذرت خواهی هم منتفی شده است و باید تلاش کنم تصویر ناخوشایند آمدن و رفتنش به دبیرستانمان را از یاد ببرم. پس من سالها پیش در ناخودآگاهم عاشق پسر حبیبه شدم. حبیبه که می‌بیند غرق افکارم گشتم دوباره انگشت‌های لاغرش را به بازویم می‌زند. یعنی خوابت برد؟ آهکشان میگویم خاله، با دیدن این پسرت بال در آوردم. میبینی؟ بعد شروع میکنم برایش بال زدن. دستهایم را که در دو طرف بدنم به حرکت در آمده اند با پنجه هایش میگیرد. زین، خوب یعنی خوبه. فهمیدم. کاست پره یعنی خلاص. برایش توضیح میدم که دیروز چطور پسرش از سکوت من ماتش برده و دستش را جلوی صورت من تکان داده و گفته است خانم پرستار شنیدید چی گفتم؟ و خندیده و رفته است و گرچه زیر لب گفته است خدا شفاعت بده، اما با شنیدن این حرفش ناراحت نشدم. حتی لحنش نشان نداده که از من بدش آمده باشد. حبیبه میپرسد حالا میخوای برام تعریف کنی؟ یعنی عشقت بیان کنی؟ الشونه علم تبنی ماخذ قلبک. منظورم این که چطور پی بردی پسر من دلت برده جمیله؟ جواب میدهم ما را هنوز نشناختی حبیبه، وگرنه شک نمی‌کردی دل به پسر حبیبه دیگه ای دادم. حبیبه میپرسد از کجا اطمینان دارم که چشمم عباس او را گرفته است؟ در پاسخش میگویم ما خودم به یه پاک کاراگام از همکارام هم پرسجو کردم، اسم شمای آوردن. حبیبه میپرسد حبیبه مهیله چی یعنی؟ طوری که انگار دچار اشتباه شدم، اما وقتی با شنیدن بقیه حرفهایم خاطرش جمع می شود، مادر عباس سنایی آغوشش را برایم باز می کند. سر می گذارم روی شانه رنجورش. بوی وایتکس و پودر رختشویی از سوراخ‌های بینیم راه می گیرد و بالا می رود. ناخودآگاه خودم را عقب می کشم. می خندد. حبیبی زاد خیرک، لباس غریبه نمی شورم، لباس سرباز خودمونه، بیا. دستهای استخوانیش دور شانه‌ام گره می خورد. آغوشش گرم نیست، مثل اینکه اصلا زیر پوستش خونی جریان ندارد، اما آن آغوش سرد تکیده بدبو هم جذبه‌ای مرموز دارد، طوری که نمیتوانم اشک‌های شوقم را روی شانه‌اش نریزم. از بغلش که جدا میشوم اشک‌هایم را پاک میکند و میخواهد از خودم برایش بگویم، از پدرم، مادرم و جدم که از نظر او خیلی مهم است. تا میگویم
تنها فرزند هدایت اسکندری هستم، دوباره چشمهایش گرد می شود. دخیلت یا امام کاظم علیه السلام، دختر هدایت اسکندری شهیر که نیستی، یعنی هستی؟ یعنی تو دختر اسکندری بزرگ عاشق پسر من شده که در غرفة القصیل یعنی رخشوخانه کار میکنم؟ پاسخ مثبت که میدهم میگوید یا الله تعالی احنا، بیا اینجا حبیبی، خلی اشوف، یعنی بگذار نگاهت کنم. نگاهم میکند. چشمهایش مرا یاد همان دانشجوی ساده دلی میاندازد که وقتی فهمید سوالهایم برای دست انداختن او بوده، دل شکسته نگاهم کرد. در نگاه شماتت‌آمیزش 1000 سوال نهفته بود که باید از او میپرسیدم اگر دلم اجازه دهد. به یاد عباس میآورم که من همان دانش آموز تخس دبیرستان پروین اعتصامی هستم. مشتاقم ببینم مرا شناخته یا اصلا خاطره تلخ آن روز دبیرستان دخترانه را از یاد نبرده. حبیبه قرار می‌گذارد تا برگشتن عباس درباره‌اش حرف بزنیم. باز هم صدای رعد است. این بار به آسمان آبی نیمه بهمن شهر کوچک اندیمشک نگاه نمی‌کنم. سر برمیگردانم و ته راهروی اورژانس سرباز مجروحی را می‌بینم که به سختی از روی تخت برمیخیزد. نعره‌ای ته حنجره‌اش را میخراشد. مثل آدمی آهنی دستش را با حرکتی نرم و آرام بالا میبرد و شیشه سرم آویخته به پایه فلزی بالای سرش را برمیدارد و با همان آهستگی لحظاتی قبل شیشه سرم را به طرف لامپ آویخته از سقف راهرو پرتاب میکند. سرم چرخ زنان میپرد. سرم چرخ زنان میپرد. لوله سرم کش میآید. خون از جای سوزن سرم جاری می شود. تخت واژگون می شود. صدای ترکیدن لامپ در نعره سرباز زخمی می پیچد. به طرف سرباز می دوم. سرباز روی زمین خوابیده. دستهایش را روی سرش گذاشته و پاهایش را به زمین می کوبد. حبیبه هم سر می رسد و می پرسد یک دفعه چه اتفاقی برای سرباز افتاد؟ در همان حال که آمپول آرام بخش را آماده می کنم به حبیبه می گویم که سرباز را چند ساعتی هست از خط مقدم به بیمارستان منتقل کردند. دکتر اورژانس روی برگه معاینه‌اش نوشته موج گرفتگی. حبیبه کنار سرباز می نشیند. چشمم روی رگ‌های پیچ در پیچ کله سرباز چفت می شود. جایی در میانه رگ‌های کلاهوار سر سرباز تون مثل نبض می زند. با هر نعره از دهان سرباز کف بیرون می زند. سرنگ فلزی را که با چنگک از میان آب جوش برمی دارم، گردن سرباز روی یکی از دستهای حبیبه خوابیده است. حبیبه در حالی که به عربی فارسی دست پا شکسته قربان صدقه سرباز مجروح می رود، کله تراشیده اش را نوازش می کند. نعره های سرباز آرامتر می شود. قبل از اینکه رگش را پیدا کنم لرزش پاهایش می افتد. وقتی نعره سرباز فروکش می کند حبیبه می گوید آمپولا خوابید. پرستارهای دیگر که با ورود حبیبه کنار کشیدند تخت واژگون را بر می گردانند و سرباز را از کف راهروی اورژانس بر می دارند و روی تخت می خوابانند. شاید تصور کنید آن بیمار توی راهروی اورژانس من هستم و حالا دارم زندگی خودم را بازنویسی می‌کنم، یا اینکه صاحب آن صدای رعدآسا نقشی اساسی در حوادث این رمان بازی می‌کند. فقط او نه، که اغلب شخصیت‌های این رمان آدم‌هایی معمولی‌اند، نه اینکه چون ساده‌اند ماجراهای زندگیشان به درد شنیدن نمی‌خورد. اتفاقاً نشان دادن زندگی شخصیت‌هایی با ظرفیت‌های محدود و مقابله آنها با حوادث بزرگ است که به تحول شخصیت یا نابودیشان می‌انجامد و داستان زندگی آنها را متمایز می‌کند. نکته‌ای که فکر می‌کنم نوشتن از آن ارزش خواندن را داشته باشد، چون نمی‌خواهم با معرفی شخصیت فرعی توی راهرو زحمتم را هدر بدهم. فعلا او را بدون معرفی بیشتر رها می‌کنم. پدر برخلاف حبیبه با شنیدن ماجرای عشقم به یکی از دبیرهای ادبیات فارسی اندیمشک تعجب نمی‌کند. حتی از اینکه زود تصمیم نگرفتم
و بعد از چند روز گفتگو با عباس او را در جریان گذاشتم. خوشحال می شود. با این حال می دانم هدایت اسکندری آدمی نیست که به آسانی درباره موضوعی چنین مهم نظر مثبت بدهد. علت تردیدم برای گفتن ماجرا نیز همین بود. دلهره دارد جانم را می خورد. اما مگر می توانم پا پس بکشم؟ آن هم حالا که 3 روز از کله سحر تا غروب خورشید با عباس حرف زدم. بعد از اینکه در 20 و چند سالگیم تازه دارم تراوت شبنم صبحگاه زمستان را روی گلبرگ‌های رنگارنگ کشف می‌کنم. عطر 1000 گل را از وزش نسیم استشمام می‌کنم و صدای بلبل خرمایی را طوری می‌شنوم انگار دارد با من حرف می‌زند. از وقت بلند من عباس بعد از ظهر همان روزی که او را از مادرش خواستگاری کردم با آمبولانس هلال احمر به بیمارستان برمیگردد. وقتی همکارم زخم عمیق پای مجروحی را ضد عفونی می‌کرده، پسر حبیبه سرباز زخمی دیگری را با کمک نظافتچی رخشوخانه بیمارستان به اورژانس می‌آورد. تخت خالی نبوده و همکارم میگوید برانکارد را همچنان در دست بگیرند تا جایی برای سرباز زخمی دست و پا کند. پتویی را کنار دیوار پهن می کند و میگوید سرباز ترکش خورده را آرام روی پتو بخوابانند. لباس خونین سرباز را که قیچی می کرده و روده هایش را در شکاف دهان باز کرده کنار نافش جای می داده، تازه پسر حبیبه را به جا می آورد و از او می خواهد همراه نظافتچی رخشوخانه به خانه شیوا اسکندری برود و به او اطلاع بدهد که در اورژانس به وجودش احتیاج دارند. پسر حبیبه امتناع می کند و میگوید باید فوری برگردد خط مقدم. اما وقتی همکارم سرش داد می کشد که مگر زخمی های جنگ را به بیمارستان نیاورده تا زنده بمانند، مگر دوره امدادگری ندیده، مگر نمیداند اینجا دکتر و پرستار نباشد هم رزمان زخمیش جان خواهند داد و چند مگر دیگر را با تحکم و ناراحتی توی صورتش میکوبد. جوان نجیب کمرو کنار راننده آمبولانس می نشیند و همراه مسیب راهی خانه ما می شود. بعد از 2 شبانه روز شیفت پیوسته کاری روی تخت خوابم افتاده بودم که صدای پدر پا در میانه خوابم گذاشت. احضار شده بیمارستان، پاشو شیوا. و داستان رو در همینجا نصف میذارم. امیدوارم که اگر از این نثر و روایت زیبا خوشتون اومده باشه این کتاب رو تهیه کنید و تا انتها بخونید. داستانی زیبا و لذت بخش. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدار.